درود با توجهتان. نشر آخرین خبرهای روز رو مستقیما روی موج رادیو موجر منظورتان میگردانیم. امروز 11 نوامبر 2020 سال است و خبرها رو از روسیه شروع میکنیم. خدمات پرداخت روسیه کیوی و امتیاز بانک انتقال پول رو با تاجیکستان آغاز کردند. خبر داده می شود در سامانه رسمی این شرکت ها مبلغی که از روسیه انتقال داده می شود با کارت های بانکی سیستم پرداخت ملی تاجیکستان کارت ملی وارد کرده می شود. عملیات توسط کارت های بانکی سیستم پرداخت ملی تاجیکستان کارت ملی امکان پذیر است. غیر از آن حساب شخصی مشتری همه گونه اپراتورهای موبیلی را پر کردن نیز ممکن است. معین کرده شده است که خدمت انتقال پول با تاجیکستان با کارت ملی با سیستم پرداخت کیوی عملی کرده می شود و از جانب امتیاز بانک بدون کمیسیون این مبلغ ها پیشنهاد کرده می شوند. در این حالت از انتقال پول گیرنده فوراً در حساب خود مبلغ را دریافت میکند. با گفته دیرکتور تجارتی گروه کیوی الکساندر آگاکوف، این تشبس قدم مهم در رشد خدمات پرداختی در کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل میباشد. مسئولین امتیاز بانک روسیه در نوبت خود گفتند که انتقال مبلغ به تاجیکستان نه تنها توسط کارت بانکی بلکه با استفاده صورت حساب‌های شخصی مشتریان نیز امکان پذیر است. موضوع دیگر خبرهای روز را شما مستقیما روی موج رادیو موجر میشنوید. گذاشتن ارچه سالی نوی و دیگر چرابینی‌های عمومی دانه در مسکو امسال با سبب پاندمی کرونا ویروس لغو شدند. خبر می‌دهد لنت نقطه رو در خبر آورده شده است که جشنواره دانه سالی نو نیز امسال برگزار نخواهد شد. تصمیم مذکور از جانب مقامات شهرداری مسکو گرفته شده است. حالا معلوم نیست که کرمل با این تصمیم شهرداری مسکو مخالفت میکند یا نه، چون بنا به امورهای هر روزه انتشار کرده استعداد فوری فدرالی ضد کرونا ویروس در روسیه روز تا روز شماره گرفتاران کووید 19 می‌افزاید. مقامات شهر مسکو برگزاری همه گونه چرابینی‌های عمومی را در عرفه سال نو میلادی در دوره پاندمی کرونا ویروس خطر بزرگ به جامعه می‌حسابند. همزمان مقامات کاری میدانچه‌های کلان یخمالک‌بازی را تغییر دادنی نیستند، اما آنها تصمیم گرفتند که طلبات مقامات روسپاتربنادزور را برای رعایت چاره‌های محدودکنی به نظر گیرند. اینچنین میدانچه‌های کلان یخمالک‌بازی امسال در میدان سرخ، گلگشت ودینخه و باغ گورکی گشوده می‌شود. قبلا قرار بود که در عرفه سال نو فعالیت تمامی طرفخانه‌ها در مسکو با سبب محدودیت‌های جاری بنا به مبارزه با پاندمی کرونا ویروس منع کرده شوند. در این باره معاون رئیس شهر مسکو و همزمان رهبر دپارتمنت سودا و خدمت رسانی شهر مسکو الکسی نمیریوک به خبرنگاران اظهار کرده بود. از این پیش روز 10 نوامبر رئیس شهر مسکو سرگئی سابیانین با یک قرار خود کار طرفخانه‌ها و قهوه‌خانه‌های مسکو را در شبانه منع کرد. در مؤسسه‌های خوراکی عمومی، خدمت رسانی و مهمانان شبانه از ساعت 23 شب تا 6 صبح منع است. طلبات نو از 13 نوامبر سال 2020 اعتبار پیدا می‌کند و در طول 2 ماه تا 15 ژانویه سال 2021 اعتبار دارد. در همین حال با پیروی به شهر مسکو، مقامات ولایت مسکو نیز به برگزاری چرابینی‌های عمومی برای تجلیل سال نو دست می‌کشند. خبرها رو ادامه می‌دهیم. در مسکو باقی میمونیم و محدودیت‌های نو در مسکو که با افزایش بیماری کرونا ویروس علاقمندان میتواند در طول 2-3 هفته جاری کرده شوند و باید به اقتصادیات تأثیر جدی حداقل رسانند، گفته است رئیس شهر مسکو سرگئی سابیانین. در اساس وضعیتی که پس از 2 یا 3 هفته به دست خواهیم آورد، ما تصمیم گیری خود را ادامه خواهیم داد، اما این تصمیم باید حداقل به محدودیت‌های اقتصادیات و تجارت تا حد امکان ارتباط داشته باشند تا از طرف دیگر کمک طبی و حالی را کفالت دهند، گفته است شهرداری مسکو. با گفته سرگئی سابیانین، دوره حاضره پاندمی به بهار فرق میکند، نه از روی شماره سرایت‌ها بلکه از روی آمادگی به پاندمی. در این مدت ما تقریبا 8000 کارت‌های لوگی بیمارستان را جابجا کردیم
که چگونه سنجش دقیق و تکنولوژی کوری همه هزینه‌های تندرستی را نیز آموختیم. همچنین حجم سرایت پاندمی در فصل بهار برای شهر مهم بود و محدودیت‌های جدی را جاری کردن لازم بود. علاوه داشته است شهرداری مسکو قید کرده شده است که تنزل اقتصاد تلفات برای اهالی از مشکلات سیستم تندرستی کمتر مهم نیست و از این رو همیشه توازن را یافتن لازم است. مجموعه نوبتی چراهای محدود کننده در رابطه با کرونا ویروس در مسکو در سال 10 نوامبر معلوم شد. در برابر محدودیت‌ها در فعالیت مرکز خوراک عمومی از 13 نوامبر تا نیمه ماه ینور سال 2021 دانشجویان دانشگاه‌ها و کالج‌های شهر مسکو نیز به تحصیل فاصله گذرانیده می‌شوند و کارت‌های اجتماعی نقلیاتی آنها نیز موقتاً بسته خواهند شد. خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیو موجر میشنوید. وضع حاضره مهاجران که در روسیه بر اثر پاندمی کرونا ویروس درمانده‌اند میتواند باعث افزایش جنایت‌ها شود. در این باره روز 9 نوامبر معاون رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه دمیتری مدودوف در صحبت با رسانه‌های بازداشت است. می‌نویسد کمرسانت. اما تخمین زنی‌های دمیتری مدودوف هیچ به حقیقت حال مبدل نمی‌گردد. معاون رئیس شورای امنیت روسیه چند ماه قبل نیز چون این سخن‌ها را به زبان آورده و پیشگویی‌ها کرده بود. ولی در این برابر وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده بود که در دوره پاندمی کرونا ویروس برعکس پیشگویی‌های بعضی از مقامداران مهاجران مهنتی نسبت به سال‌های قبلی به مراتب کمتر دست به قانونشکنی و جنایت‌ها زدند. این بار سابق پرزیدنت روسیه دمیتری مدودوف که حالا در کرسی معاون رئیس شورای امنیت این کشور نشسته است ابراز نموده است که روسیه هنوز هم شهروندان خارجی زیاد دارد که بر اثر پاندمی جایهای کاری خود را از دست دادند و قابلیت بازگشتشان محدود است. این البته میتواند به افزایش ظهورات جنایتی در ساحه‌های مختلف از قلابه خرد تا جنایت‌های وزنی مساعدت کند. تاکید کرده است دمیتری مدودوف در یک نشست اوید به تمایل‌های رشد وضع جنایتکاری در روسیه. همزمان قبلا خبر داده بودیم که اکثر مهاجران روسیه را ترک کردند. در مسکو به گفته سرگئی سبیانین شماره کارگران خارجی 40% کاهش یافته است که این در ساحه‌های خواجگی منزلی و کمونالی، خدمت رسانی، خطکشانی و تاکسیرانی مشکلات جدی ایجاد کرده است. ادامه خبرها. حکومت فدراسیون روسیه در سال 2021 کوتاها برای گرفتن استقامت شهروندی در روسیه را برای خارجیان و شخصان به شهروندی کاهش داد. تصمیم مذکور با یک قرار حکومت فدراسیون روسیه زیر امضای رئیس حکومت میخائیل میشوستین گرفته شده است. حجت داخلدار در پورتال رسمی اینترنتی سندهای معیاری حقوقی فدراسیون روسیه نشر گردیده است. همینطور در سال 2021 کوتا اقامتی موقتی در روسیه برای خارجیان و شخصان به شهروندی به اندازه کمی بیش از 39,000 پیش بینی شده است. نسبت به سال گذشته این رقم تقریبا نصف کم شده است. همینطور در سال 2020 کوتا برای 62,000 نفر خارجیان و شخصان به شهروندی جدا شده بود و 2 سال قبل آن 93,000 نفر را در بر گرفته بود. شماره بیشتر اجازه‌نامه‌ها را ولایت مسکو با 12,000 شهر مسکو 2000 و شهر سنت پتربورگ در حجم 11,000 به دست آوردند. ولایت‌های رستوف، بلگراد، تولا همچنین منطقه ستاوروپول تنها 1000 کوتایی برای دادن اجازه اقامت موقتی را در روسیه صادر کردند. یادآور می‌شویم که طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در ماه سپتامبر سال روان شماره مهاجران مهنتی در حدود روسیه تقریبا 25% کاهش یافته است و در حساب سالانه آن تقریبا 1.8 میلیون نفر را تشکیل داد که در مقایسه با معلومات سال گذشته 12 میلیون نفر کمتر است. این پیش از همه با پاندمی کرونا ویروس همچنین با مرزهای پوشیده علاقمند است که در نتیجه آن مهاجران مهنتی به فدراسیون روسیه آزادانه آمدن نمی‌توانند. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را مستقیما در روی موج رادیو موجر شنیدید. سلامت باشید. به شما استراحت با فراغت.